سوال دیگر، حکومت دروغ میگوید به این شک نداریم، اما از کجا معلوم فردا شما هم به قدرت رسیدید دروغگویی رو از اینها بیشتر نمیکنید؟ بله، این احتمال هست که هر کسی هم بیاید در جای همین حکومت باز شروع کند به دروغگویی. این دیگر مسئولیت ما و شما هست. این اگر من پرزیدنت شدم در آینده، این مسئولیت ملت است که اجازه ندهد، امکان ندهد که من دروغ بگم. اگر من پرزیدنت نشدم و یک کسی دیگر شد، مسئولیت ما و شما می شود در عموم که اون نفر پرزیدنت شده رو امکانیت ندهیم که مثل رحمانوف دروغ بگوید. از همه راهی دروغ گفتن، پیشگیری از دروغ چی است؟ اجازه ندهیم که از 2 دوره بیشتر پرزیدنت شود. چرا؟ 2 دوره که باشد، این تو هر وعده بکند، هر راسته که میگوید، هر دروغ میگه در پیش مردم دیگر آشکار است. اما یک نفر که 30 سال، بیشتر از 30 سال پرزیدنت شد، با عمر او دیگر آدم نموند در تاجیکستان. اون کسانی که مثلا 20 ساله بودن حالا 50 ساله شدن، کسایی که 50 ساله بودن، یعنی یک انسانی عاقل و بالغ که سیاست رو خوب تحلیل میکنه، دیگر همین بالای 20 و 30 و 40 است. اما اینا دیگر با این عمر کوتاهی که در تاجیکستان است، دیگه هم از سیاست دور رفتن و اصلا تحلیل نمیکنن که رحمانوف چقدر دروغ گفت. برای همین اگر اون 10 سال، حد اکثر 8 سال، 5 سال پرزیدنت باشد، دروغ که گفت مردم در یادشون هست، میگن برادر تو در وعده انتخاباتیت این رو گفتی. اما رحمانوف وقتی که اینترنت رو قطع میکنه، تلویزیون مستقل نیست و شبکه و فیسبوک و یوتیوب اینا رو بلاک میکنه، بعد هر چی که دلش میخواد گفتن میگیرد. بنابر همین ما اینجا شما گفتید که از کجا معلوم که فردا ما دروغ نمیگیم، دیگر در دست ملت است. ملت باید، من یک بار دیگر گفتم که لجام یک سیاستمدار رو در دستش بگیرد. هر وقت که سیاستمدار غلط کرد دروغ گفت، اون لجام رو میکشد. مکانیزم کشیدن لجام سیاستمدار چی است؟ انتخابات. لجام ترامپ رو کشیدن چون دیدن که کم کم زیاده روی کرده ایستاده است. اما لجام رحمانوف رو کی میکشد؟ رحمانوف ملت رو لجام زده است، من معذرت میخواهم، و دارد لجام ملت رو کشیده ایستاده است. باید که برعکس باشد. باید که رحمانوف رو، نه تنها رحمانوف رو، من رحمانوف رو شخصا نه، همچون پرزیدنت، همچون سیاستمدار میگم، باید ملت لجام بزند. لجام این به معنی نیست که لجام واقعی. لجام زدن یعنی همون مدیریت یک پرزیدنت رو در دست ملت باید داد. همین از برادری عزیز کفالت، دیگر راهش رو من نمیبینم.